اگر شما گوش انداخته باشین، در سخنرانی رئیس جمهور گوش کردین کلمه انشاءالله استفاده می شود. چندین بار ما با گوش خود گوش انداختیم، رئیس جمهور گویم 2 کرات حاجی است. الحمدلله این خوب است، این برای ما خیلی یک سربلندی است. ما همیشه در حق ایشان دعاگو هستیم که خداوند باز هم محبت او را به اسلام و به اهل این مسلمین زیاده بگرداند و همیشه خدمت هایی که دارد باز همین خدمت هاش زیادتر بگرداند. در کلمه، در جمله رانی هاش کلمه انشاءالله را، جمله انشاءالله را استفاده میبرد. انشاءالله، انشاءالله. و زیرا میداند که انشاءالله وقتی که گفت هر یک چیزی که میخواهد او البته میشود، برپا میشود. به این خاطر شما هم دادرای عزیز در برابر این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه‌ها خوبین اینجا؟ با هم راهوی دزدی قدی کریموف رفته شدیم. 5-6 نفر به حجت های بولوی همین چکتی بولوی کپری که تختگی خطی کرده چی رفته استیم نه بچه ها خطی انشاءالله رفته استیم او پرامیز گردم جا که گرگور همیز گریدم. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага ба ход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдҳо беҳад эффектив. бародаро занг бизанед, полноценный курсша ба нархи арзон ба ҳама шаҳрҳо дастафка мекунем. به این خاطر شما هم دادرای عزیز در برابر این تفسیر سوره ضحی این جمله را هم همیشه استفاده برین. انشاءالله هر چیزی که میگویی، هر سخنی که میرانی، انشاءالله را همراه خود استفاده ببر. انشاءالله همه کارهای شما چی میشود؟ خوب میشود و نقد میشود. انشاءالله نگین. یا مثال در بعض جمله هامون مثال الله اکبر نمیگن، باز خیلی یک جمله دیگر استفاده میبرن که مثال اونم معنی نمیدهد، ولی از یادم رفت. مثال در جای کلمه الله اکبر، الله اکبر، اینا بسیاری وقتی دعا میکنن الله اکبر میگویند. این الله اکبر نیست، این بله چی است؟ الله اکبر. حتی کلمه نصیبی که شما میگوین نصیب باشد، نصیب باشد، همین معنای نصیب باشد معنای انشاءالله است. لیکن شما در جای نصیب باشد انشاءالله را استفاده برید. این بهتر و این البته فایده آورترش این است که انشاءالله، یا اینکه اگر زبانتون در انشاءالله هم که نگشت، در چی گوین؟ اگر خدا خواهد یا خدا خواهد. انا همین جمله ها را استفاده برین. هر کاری که دارین البته به البته خداوند باید نیک میگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. صدق الله العظیم. این آیت‌های مبارکه که تلاوت کردیم از سوره توبه است. خداوند در این سخن خود در این آیت‌های کریمه به ما و شما میرساند. چی میگوید؟ میگوید مسجدها را کسان آباد میسازند، کسان برای آباد کردن مسجد کوشش و غیرت خود استفاده میکنند که ایمانی بر خدا دارند، ایمانی به قرآن دارند، ایمانی با پیغمبرها دارند، ایمانی بر روز قیامت دارند. این گونه شخصان در دنیا گفت خداوند مسجدها را آباد میکنند. و اقام الصلاة و آت الزکات. خداوند میگوید باز اینها کسانی هستند که نماز میخوانند،
اگر مالدار باشند از مالشان زکات میدهند. ولم یخش الا الله، این کسانی که آباد کننده مسجد هستند، خدا میگوید کسانی که ادا کننده نماز هستند، کسانی که ادا کننده زکات از مالشان هستند، ولم یخش الا الله، بجز از خدا از کسی نمی ترسند. در دوام خداوند چی گفت؟ فعسا، عسا اگرچند که معنای رجا را می دهد، معنای امید می دهد، لیکن ابن کثیر در تفسیر خود میگوید که هر یک عصایی که در قرآن آمد فهی واجبتون، این معنای وجوب میدهد. میگوید یعنی کسانی که آباد کننده مسجد هستند، اینها را خداوند میگوید که البته به البته کسانی هستند که هدایت یافتگی هستند. خوش به حال همون کسانی که آباد کننده مسجد هستند و در پی آبادی مسجد هستند، کمر همت میبندند، دولت و ثروت خود اگرچه در جان خود، در فرزندهای خود یا در حق فقرا و مساکین هم که اگر استفاده کند، باز یک قسمت او را برای آباد کردن چه مسجد محله چه مسجد بیرون از محله استفاده میکند. خوش به حال این گونه بندگان ثروتمندی که دولت خود برای آباد کردن مسجد استفاده میکنند. زیرا پیغمبر خدا که حدیث متفق علیه است میگوید اذا رأیتم رجلا یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، شما میبینید یک مرد را که برای آباد کردن مسجد یک حصه دولت خود جدا میکند، یعنی مادامی که ما نزد همون ثروتمند میریم و شکایت از مسجد میکنیم، کمبودی های مسجد در پیش او بیان میکنیم، اون دولتمند، اون ثروتمند چیکار میکند؟ یک قصه دولتی خود جدا میکند، میگوید اینو برده برای مسجد صرف کنید. پیغمبر خدا گفت وقتی این گونه دولتمند دیدین فاشهدوا له بالایمان، همه شما گواه باشید که وای ایماندار است، وای آدم ایماندار بود که پول جدا کرده گفت رفته برای مسجدتان استفاده کنید، برای آباد کردن مسجدتان خراجات کنید. من بنا مسجدا یذکر فیه اسم الله بنى الله له بیتا فی الجنه. پیغمبر خدا که این حدیث ابو داود روایت میکند میگوید کسانی که اگر در دنیا مسجد را بنا میکنند لکن فقط و فقط از برای خدا بنا میکنند، برای ریا نی، برای که نام او در روی دنیا مشهور شود نی، بلکه برای آن بنا میکنند، برای آن سهم گذاری میکنند که ذخیره آخرت شود، ذخیره قبر شود. اگر برای این مسجد بنا کنند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند خداوند در عوض این مسجد بنا کردهش در جنت برای او خانه بنا میکند. اگر باور کنین در دنیا ما و شما اگر از یک لای یا از یک گشت خام اگر یک مسجد را بنا کنیم یا حصه گذاری کنیم و همان مسجد بی آرایش که اگرچه آرایش مسجد، زیباگی مسجد این قومش است، اگر یک مسجد بی آرایش هم که تیار شود، خدا میگوید در جنت چنان خانه برای تو نصیب میگردانم که ولا چی است پیغمبر؟ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. پیغمبر خدا میگوید وقتی که ای انسانی که تو اقلا $100 یا $1000 یا یک سامانی برای آباد کردن مسجد صرف میکنی، در او هیچ زقش پیدا نمیکنی، برای او بخیلی نمیکنی، اگر تو در یک ساعتیخ مسجد ساخته باشی من اینو به 100 ضرب میکنم، در 100 ساعتیخ برای تو خانه تیار میکنم. چخیل خانه تیار میکنم؟ خانه که چشم تو این گونه خانه را دیدگی نیست، گوشی تو این گونه خانه را شنیدگی نیست، حتی اگر تو تصورم کنی تصوری تو غلط است گفته است، او در تصورم جای نمیگیره. برای کیها؟ برای کسایی که نزد دربارش میرین. برادر امروز خدا تو را دولت داده است، سهولت داده است،
کاری کن که مسجد ما را آباد کن، کاری کن که برای خود در آخرت یک ذخیره شود. وقتی اون برادر همت میکند، اون برادر ما و شما را خوش قبول میکند و مقصدهای ما و شما را حاصل میگرداند و در همین بشارتهای پیغمبر خدا داخل است. رسول اکرم میگوید ان للمسجد اوتادا الملائکه جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مرضوا عادوهم و ان کان فی حاجة اعانوهم. این حدیث پیغمبر خداست. گفته است مسجدها به خود میخها دارد. همین قومی که در مسجد نشسته است اینها میخهای مسجد هستند. و رسول اکرم گفت هر یک مسجد به خود ملائکه ها دارد. یعنی در همین داخل مسجد ما پر از ملائکه های خداوندی است که در پهلوی هر کدام شما این ملائکه نشستگی هستند. هر آدمی مسجد به خود ملائکه داشته است. این ملائکه ها چیکار میکنند؟ ان غابوا یفتقدونهم. اگر شما مبادا به یگان جا سفر کنید، سفر دوشنبه کردید، سفر روسیه کردید، یفتقدونهم، این ملائکه ها همراه شما را جستجو میکنند. اینا پیغمبر گفتند. و این مرضوا، اگر مبادایی که بیمار شدید، در بستر بیماری خوابیدید، اعادوهم، اینها شما را خبرگیری میآیند. این ملائکه ها در بالای سر شما می نشینند، شما را خبر میگیرند. و این کان فی حاجة اعانوهم، اگر شما در یگان حاجت دنیایی یا حاجت دینی برایت، پیغمبر خدا گفت این ملائکه هایی که در مسجد از آن شما هستند اینها شما را یاردم میکنند. صد افسوس که بنده اینا نمیبیند. همون حاجت مشکلاتی که دارد و وقتی که حاصل می شود و از برکات همون ملائکه مسجد است که شما را یاردم میکند. جلیس المسجد على ثلاث خصال، پیغمبر در رام همین حدیث گفتند نشستن در مسجد، آمدن در مسجد از 3 فایده خالی نیست. 3 فایده ببینید اینا چیا هستند. یکم گفتن پیغمبر خدا کلمت محکمت. یکم شما در داخل مسجد وقتی که می روید سخن خدا را میشنوید، از این شما فایده میکنید. یعنی امر معروف و نهی از منکر را میشنوید، سخن پیغمبرتان را میشنوید. این یکم فایده ای که برای اهل مسجد است. دوم اخ مستفاد گفته است پیغمبر، با برادرهای دینی خود ملاقات میکنید و آن مشکلات های دینی و دنیوی که دارین اونا هم حاصل میشود. سیوم چی گفتن؟ اگر مبادایی که برادرت قطعی روپرو نشدی، اگر مبادایی که در مسجد آن امر معروف و نهی منکر نباشد، سیومش البته شما مبتلا میشین. رحمت منتظرتون، پیغمبر خدا گفت با اینها گفت رحمت خدا البته میبارد. اگرچه امر معروف نیست، اگرچه با یگان برادر اسلامیت ملاقات هم که نکردی، لیکن از سیمش البته تو برخوردار میشه. این رحمت خداست که به حق شما میرسد. در آخر یک حدیث که خیلی بشارت زیاد و بی نهایت خرسند آور برای امت اسلام است که از زبان پیغمبر خدا حضرت ابی امامه شنیدن و راوی این حدیث هم ابی امامه است. من به شما میرسانم و بعدا انشاءالله به سوال و جوابی که نزد من هست میپردازم. کشاده نگه بدار و از فضیلت و برکات این مسجد خدایا این محبان مسجد را برخوردار بگردان و خدایا آن کسانی که بدخواه مسجد هستند و برای بسته کردن مسجد چه چاره ها دارند، خدایا با این مقصدهای ناپاکشان موفقشان نگردان. و خدایا امروز رهبریتی که بالای سر ماست این رهبریت را توفیقشان را رفیق بگردان، عمرشان را خدایا دراز بگردان و در هر یک عملهای نیکی که در پیش دارند برای آبادانی تاجیکستان ما خدایا موفقشان بگردان
و این تاجیکستان ما را یکی از دولت‌های پر اقتدار خدایا بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. این جمعه چگونه ای که بهر شما اعلان کردیم و خبر دادیم که چندین سوالهای در باب نافهمی فضیلت مسجد و آمدن مسجد از بعض برادران ما و شما شده است و در حال خواستم که این موعظه این جمعه را دایر به مسجد و فضیلت مسجد و بنای مسجد برای شما خبر دهم. پیش از آنی که از احادیث های پیغمبر خدا به شما صحبت کنیم، اولا ناگفته نماند که ما و شما باید که برای کشاده بودن این مساجدهایی که در این مملکت ما و شماست باید که شکرانه خاصه داشته باشیم و باید شکر خدا را هر دم به جا بیاریم و شکر این استقلالیتی که در دولت ما و شماست این به جا بیاریم و شکر رهبریتی که امروز برای کشاده بودن مسجد هیچ ضدیت ندارند، برای اینها باید ما و شما شکرانه کنیم. باور کنین قسم به خدا این بسیار نعمتی خیلی قیمتی هست. کشاده بودن درهای مسجد این بسیار یک نعمت خیلی گران و قیمتی هست که ما گران بودن ایرا، قیمت بودن ایرا اگر با 20 سال پیش شما مقایسه کنین، 20 سال پیش دراز نگذشته است که کشاده بودن در مسجد یا آمدن مسجد یا بنای مسجد این جنایت بود و بسیاری از پیشواهای ما و شما از حساب مسجدها زندانی شدند، چه عذابهای را از پس سر گذرانیدند. اینا همه این رنجها و این کلفتها را دیده امروز باید که ما و شما شکرانه کنیم و به سوی خدا دائما دعا کنیم که خداوند این مسجدها را دائما درهای اینها را بالای ما و شما کشاده نگه بدارد تا که از این جماع و شما فیض میگیریم، از این جماع و شما پند میگیریم، از این جماع و شما بهترین راه راست را البته مییابیم. در باب فضیلت مسجد میخواستم این موعظه امروزه را از دو بخش قرار دهم. اولا انتظام مسجد و بعدنش فضیلت مسجد. پیش از انتظام مسجد به شما خبر دادن، اولا یک بشارت پیغمبر خدا را به سمع شما می رسانم که این حدیث ابی امامه در کتاب مشکات شریف در باب فضیلت مسجد برای ما و شما روایت میکند. میگوید یک گروه دانشمندهای یهود، قوم یهود، یک گروه دانشمندهای او با سوادان او نزد پیغمبر خدا آمدند. با چه مقصد آمدند؟ با مقصد سوال دادن. خواستند از پیغمبر خدا یک سوال را جوابش را گیرند که این سوال چی بود؟ ای البقاع خیر فی الارض. اونها پیغمبر ما و شما را پیغمبر نمی شماریدند.
اونها به جای پیغمبر شناختن باز دشمنی می‌ورزیدند. این سوال به نیت یک تحقیر برای پیغمبر خدا سوال کردند. چگونه ای که از اول دشمن بودند تا حال دشمنی مسلمان هستند و میمانند. و اینها را خداوندم در قرآن ولا یهدی القوم الظالمین خدا خواند، این قوم ظالم خواند، قوم یهود را. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مسلمان ما و شما فریفته بعض از نان و آبی که اونها برای ما و شما اندکی میدهند که منتداری ما و شما در آسمان کیست است، حالان که ما و شما منتدار مردم یهود نه بلکه منتدار همین رئیس جمهور شویم. زیرا همه این با سهم این رئیس است که امروز بعض خاندان کمبغل ها از حسابی بگیم مردم همون یهود یک نالنانی را که داخلش پر از بگیم میکروب و پر از ضررها هست صاحب می شوند. بعضی مسلمان های ما و شما شرم نکرده باز در حق امونها دعای خیر میکنند. آمدن نزد پیغمبر خدا گفتند کدام پارچه زمین بهترین پارچه زمین است؟ پیغمبر خدا ابی امامه میگوید که پیغمبر خدا سکوت کردند، جواب نگفتند. اسکتو حتی یجیء جبرائیل. پیغمبر خدا به طرف این یهودی ها چی گفت؟ خاموش می ایستم گفت، زیرا این سوال را من جواب گردانده نمیدهم و جواب اینم نمیدانم تا وقتی که جبرائیل نزد من نآید و از او من پرسان نکنم چیزی بر شما خبر نمیدهم. در حال میگوید جبرائیل نزد پیغمبر خدا آمدند و رسول اکرم از جبرائیل پرسیدند ای برادر جبرائیل، از من سؤال دارند که بهترین پارچه زمین، بهترین گوشه زمین کدام پارچه او هست؟ جبرائیل گفتند ای محمد صلی الله علیه و سلم ما المسئول عنها. من از تو دیده داناتر نیستم، من هم نمیدانم که کدام پارچه زمین، کدام گوشه زمین بهترین گوشه زمین است. ولکن اسأل ربی، لیکن خدای داریم که از او جوابش را البته میگیریم. من نزد خدای خود میروم و از خدای خود این سؤال را میپرسم و جوابش را به تو ای پیغمبر خدا میرسانم. در حال میگد جبرائیل ناپدید شد و اندک پس نزد پیغمبر خدا آمد، گفت یا رسول الله اینی دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. ای پیغمبر خدا گفت امروز چنان با خدای خود چنان نزدیک شدم که هرگز چنین نزدیک شدن با خدا را یاد ندارم و هیچگاه این چنین با خدای خود من نزدیک نشدم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف کان یا جبرائیل، چگونه با خدای خود نزدیک شدی؟ کان بینی و بینه 70,000 حجاب من نور. حضرت جبرائیل گفتند نزدیکی من با خدا گفت امروز چنان صورت گرفت از برکات شما ای محمد که پس 70,000 پرده با خدای خود صحبت کردم. پس 70,000 پرده این قدر نزدیک شدم و از خداوند این سؤال را پرسیدم و بر من خبر داد خیر البقاع الارض مساجدها و شر البقاع الارض اسواقها. که خداوند خبر داده بود است بهترین پارچه زمین، بهترین گوشه زمین این همان پارچه و همان گوشه هست که در او مسجد بنا کرده می شود. و بدترین پارچه زمین خداوند گفت آن پارچه زمینی هست که در او
بازار بنا کرده می شود. الحمدلله که امروز همه شما پدرای عزیز، برادرای مهربان در جای شما نشستگی هستین که این خداوند بهترین پارچه خوان، بهترین گوشه خوان که شما در همان پارچه و در همان گوشه نشستگی هستید.